قلبمون بچه‌ها یک رنگ هست و به این شکل یک حلقه جادویی میزنم و 2 تا زنجیره میزنیم. بعد 2 تا پای بلند، یک هم دومی و بعد یک پای متوسط و بعد هم یک پای کوتاه میزنم. بچه ببینید قلب میتونه 2 تا پای بلند، 2 تا پای متوسط و 2 تا پای کوتاه هم باشه، ولی خب من میخوام که یکم قلبم کوچولوتر و جمع و جورتر باشه. 2 تا پای بلند زدم، یک پای متوسط و یک پای کوتاه. خب و حالا یک زنجیره میزنم. 2 تا زنجیره بزنیم بچه پایین قلبمون به نظرم خوشگل تر وای میسته، یعنی تیزتره پایینش، گوشش تیزتره و به نظر من جذاب‌تره. یک دونه هم میتونید شما یه زنجیره بزنید. خب و بعد یه پای کوتاه، این کاری که این سم بچه انجام دادیم رو برعکس تکرار میکنیم. یه پای کوتاه، پای متوسط و دوباره 2 تا پای بلند. و این هم دومی. خب و حالا 2 تا زنجیره میزنم، چون اول کار من 2 تا زنجیره زدم و این کار رو دوباره تکرار کردم. و حالا ببینید وسط حلقه جادویی، نخ حلقه جادویی رو کامل بکشید تا وسط حلقه کاملا جمع بشه. خب و حالا نخم رو کات میکنم. ببینید بچه‌ها من اینجا برای آموزش میخوام، ببینید و از پشت و از داخل وسط این قلب یا وسط همون حلقه جادویی من این قسمت نخ رو، اضافی نخ رو به پشت قلب میکشونم. حالا من اومدم وسطش رو حلقه جادویی رو بستم، ولی خب قبلش خیلی نمیخواد کاملا صفر کنید که سخت نشه کار براتون، بخوایم به پشت بکشونید. خب ببینید اینم از گیفت قلبمون و به این شکل بچه شما از پشت یک گره هم میزنید و میتونید داخل کار اضافیش رو پنهان کنید، و یا اگه دوست داشتین میتونید وسط مرکز قلب رو هم مثلا یک مروارید بچسبونید برای زیبایی کار، و یا به همین شکل ساده استفاده کنید. اینم از آموزش گیفت قلب.